علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. آلگیست ما گرفتیم ادامه میشه الله نمیشه. عزکم. برو بگی. حالی بگو. بعد از این همه سال خوب ان شاء الله. شما روشن میشه واقعا. حال شما ان شاء الله. از فرض یک سودا کردید. خوب ان شاء الله سالم. آقای عباسی خوب ان شاء الله خیر است. آقای ابراهیم خوب ان شاء الله خیر است. خوب ان شاء الله خیر است. ما اگر در فکر غمخواری غریبش نیستیم خوش به ذاتش گاهی یاد اقوا می‌کند گویم سلام طلایی ترین واژه‌ای برای اظهار احترام است مایان طلاب مدرسه علمیه ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامی چون ترنم مشتاقان برای فقیه برجسته و خطیب توانای کشور حضرت آیت الله العظمى الحاج وعزادی بهسودی حفظ الله و هیئت همراهشان را در مدرسه علمیه ولیعصر عجل الله تعالی خیر مقدم است نماییم بدون شک حضور پرخیر و برکت فقیه معاصر در این مجموعه علمی برکتی فی بگیر سلام علیکم. غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست فرارسیدن عید غدیر خم را خدمت تمام شما رهروان و پیروان خط امامت و ولایت از صمیم قلب تبریک و شادباد عرض می دارم. اینک مقاله ای را که تهیه نموده‌ام خدمت شما تقدیم می دارم. عید غدیر خم در سال 10 هجری در 18 ذوالحجه در منطقه به نام غدیر خم واقع شده است. غدیر خم نام منطقه میان مکه و مدینه است که پیامبر اسلام در حجة الوداع علی ابن ابی طالب را ولی پس از خود اعلام کرد. سال روز این واقعا میان شیعیان و عید غدیر خم شهرت دارد. محمد پیامبر اسلام در آخرین حج خود همه مسلمانانی که در حج شرکت داشتند را در غدیر خم جمع کرد و شیعیان معتقدند که او در آنجا علی ابن ابی طالب را به عنوان وصی و جانشین خود از جانب الله معرفی کرد که پیامبر اسلام حدیث من کنت مولاه فهذا علی مولاه را در حضور شیعیان قرائت نمود. گرچه در تفسیر حدیث غدیر خم بین شیعه و سنی اختلاف وجود دارد، اهل سنت تنها اظهار نزدیکی پیامبر به علی و دوستی با او را می‌دانند و اظهار خواسته اش که علی به عنوان پسر عمویش و فرزند خوانده اش جانشین او در مسئولیت‌های خانوادگیش پس از لحرت شود. این واقعه و حدیث غدیر در کتاب‌های شیعه و بسیاری کتاب‌های اهل سنت نقل شده است. اولین منبعی که به این کتاب اشاره می‌کند یعقوبی مورخ شیعه در نیمه دوم قرن سوم است و اولین آثار ادبی قابل تاریخ گذاری مجموعه اشعار از نویسندگان شیعه در قرن دوم هجری است. از حدود قرن دوم هجری واقعه غدیر به عنوان دلیل نویسندگان شیعه برای اثبات برحقی علی بر جانشینی محمد آمده است. ماریا دقاق که یکی از ادیانشناس امریکایی است میگویند بسیاری از منابع اهل سنت واقعه غدیر خم را نقل کرده است، اما قائل بر این موضوع نیستند که غدیر دلالت بر تعیین علی به عنوان جانشین سیاسی پیامبر مسلمانان داشته است. مجموعه جامع از نقل قولها و احادیث در مورد غدیر خم در 3 کتاب اهل سنت وجود دارند که عبارتند از کتاب مسند احمد بن حنبل، تاریخ مدنیات و کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر. نکته جالب در مورد غدیر این است که در خطبه منصوب به علی در نهج البلاغه که در او در مورد برحقی خود به عنوان جانشین محمد اعراب نموده است اشاره به این واقعه نیست. با این وجود از حدود قرن دوم هجری این واقعه از دلایل اصلی عنوان شده توسط شیعه برای برحقی علی بر جانشینی محمد محسوب می شده است. اولین نمونه از این گونه آثار ادبی که میتوان تاریخ برای آن تعیین کرد حاشیات کمیت بن زیاد اسدی و کتاب سلیم بن قیس مربوط به قرن دوم هجری یا 8 میلادی است. بنوشته سید حسین نصر هنگامی که محمد از آخرین حج خود در سال 632 میلادی باز میگشت خطابه در مورد علی اعراب نمود که توسط شیعه و سنی بسیار متفاوت تفسیر شده است.
مطابق با روایت هر دو گروه محمد گفت که علی وارثش و برادرش و کسی که هرگز پیامبر را به عنوان مولایش میپذیرد علی را هم بپذیرد، که شیعیان این اظهارات را به معنی تعیین علی بر جانشینی محمد و اولین امام میدانند. جهان سپاس از توجهتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا گروه سرود قدیریه عید قدیر و عید ولایت را برای همه شما چهره های درخشان ولایی و منور به نور ایمان تبریک و شادباد عرض می داریم و ثانیاً گروه سرود قدیریه تقدیم می داریم. عید است و عید قدیر آمده این روز، حیدر به همه خلق امیر آمده این روز. او شیر خدا فاتح پیکاری تو بوده، جان بر کف و پیوسته خریداری تو بوده. در غزوه و احزاب و احد یاری تو بوده، در حمله اشرار و طرفداری تو بوده. عید است و عید قدیر آمده امروز، حیدر به همه خلق امیر آمده امروز. در غار حرا شمع شبی تاری تو بوده، شمشیر تو خالق داداری تو بوده. این است که یک لحظه تو را ترک نگفته، این است که در موج خطر جایی تو خفته. عید است و عید قدیر آمده امروز، حیدر به همه خلق امیر آمده امروز. ما را ببر از خانه به میخانه ترم کن، دستی سریگ سوزده دیوانه ترم کن. بدجور گره خورده به گلسوی شماییم، ما راز سرت وا نکنی زود و نرانی. عید است و عید قدیر آمده امروز، حیدر به همه خلق امیر آمده امروز. حق است که از پاره دل گل بفشانید، تا عید خود راز محمد بستانید. بر صفحه دل نام علی را بنگارید، میراث نبی را به وصیش بسپارید. عید است و عید قدیر آمده امروز، حیدر به همه خلق امیر آمده امروز. از سوی خدا لطف و عنایت شده کامل، با نطق نبی امر و وصایت شده کامل. آیین پیامبر به نهایت شده کامل، ابلاغ رسالت به ولایت شده کامل. مولا علی مولا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا علی مولا علی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه عید الله الاکبر، بزرگترین عید اهل تشیع را برای شما چهره های نورانی و والایی تبریک و شادباد عرض می دارم و ثانیاً مقاله را که ترتیب داده ام برای شما ولایت پروران به خوانیش می گیرم. امیدوارم که مورد پسندتان قرار گیرد. قدیر نام اقیانوسی بیکرانی است که افق در افق با آسمان نسبت دارد و موج در موج هم آغوش عرش است. عرش از آخرین موجهای قدیر آغاز می شود. خوش به حال فرشتگان که هر شامگاه با سرخی شفق فوج فوج در زلال بیکران بال می شویند و در ساحل سبز قدیر به نماز می ایستند. اینک قدیر خم در گیر و دارگرمی این مشهد عظیم در اوج این شکوه از سوی آفریدگار جهان آفرین به گوش پیامبر ندا رسید: یا ایها الرسول، اسلام را چه خوب بیان کرده ای به خلق، اما هنوز رهبر امت پس از رسول تعیین نگشته است. ارکان استوار رسالت تمام نیست. رکن بزرگ مذهب امت امامت است. اینکه پیامبر در بازگشت از حج الوداع مأمور گشت که تا برساند به گوش خلق والاترین و عمیقترین نکته از دین را. جبرائیل بر پیامبر فرود آمد و آیه ششم سوره مائده را آورد: آنچه که از پروردگارت بر تو فرود آمده بر مردم برسان و اگر نرسانی این که رسالت و پیامبری او را نرسانده ای و خدا تو را از مردم باز می دارد. و پیامبر اسلام در آن فضای باز دستی علی علیه السلام را گرفت و بالای سر برد و گفت: من کنت مولاها فهذا علی مولا. هر که من مولا و رهبری او هستم، بعد از من علی مولا و رهبری اوست. آن رهبری که اوست مدار نظام دین، کسی که چشمه های فضیلت در او عیان و نهرهای سخاوت از او روان. آن کسی که در زمین و در پهنه زمان شایسته تر از او نبود. حضرت علی علیه السلام غدیر خم را از دریای فضائلش به موج نشانده است. علی برگزیده محمد نیست بلکه منتخب خداست و پیامبر فقط ابلاغگر پیام الهی نسبت به امامت اوست. غدیر عید الله اکبر و عید آل محمد و ارزشترین و بالاترین عید اسلامی است. هیچ روزی در طول سال فرخنده تر و مبارکتر از این روز مقدس نزد شیعیان اهل بیت نیست. امام صادق سلام الله علیه می فرماید: ان یوم غدیر خم بین الفطر والاضحى والجمعه کالقمر بین الکواکب. روز عید غدیر خم در میان سه عید فطر، قربان و جمعه مانند درخشندگی ما در میان ستارگان است. چه تعبیر زیبایی دارد امام که عید غدیر را تشبیه به ما کرده و دیگر اعیاد را به ستاره، زیرا که در این روز بزرگ خداوند اعلان کرد که امروز دین را به اتمام رساندم. غدیر عید عدالت و رهبری است، عید انسانیت و کمال طلبی، عید شعله افکنی بر اندیشه هاست. غدیر یک کتاب مبین است، تداوم رسالت محمد در ولایت حضرت علی علیه السلام. و غدیر علی هنوز هم چشمه لبریز از آب حیات و دریای مواج از کرامت هاست. پس عاشورا با امامت پیوند دارد و غدیر با کربلا پیوسته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست فرارسیدن عید غدیر خم را و تمام شیعیان جهان ویژه‌تاً برای شما مردم مؤمن و دیندوست خجستباد عرض میکنیم. اکنون گروه سرود بلبلان ولایت سرود خویش را تقدیم می‌داریم. امیر المؤمنین یا شاه مردان،
دل ناشاد ما شاد و گردان، دل ناشاد ما شاد و گردان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما شاد و گردان. شبی در محفل ذکر علی بود، شنیدم عارف فرزان فرمود، اگر دوزخ بزه پوست داری، نسوزگر علی را دوست داری. اگر مهر علی در سینه‌ات نیست، بسوزگر هزاران پوست داری. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما شاد و گردان. علی سرمنشه اهل یقین است، وسیع و هادی دین مبین است. بمحشر ذاتش قهر الهی، ولای او قدر حسن حسین است. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. هر آن کس عاشق روی علی شد، دلش آینه روی علی شد. بمحشر دیده هر کس به سوی، مرا چشمان دل سوی علی شد. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. توفیق الا بالله، توکلت علیه و الیه انیب. فبعد، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ الرسالات سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خوشنودی روح مطهر و مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و همسر گرامیش صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و تعجیل در ظهور فرزند برومندشان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی. اولتر از همه حسن نیت و ارادت و اخلاص ولسوال صاحب محترم ولسوالی مرکز بیسود مولوی سید محمد تقی فروتن، یک تن از مجاهدین نستو و همیشه در صحنه و خستگی ناپذیر را عرضه این جمع در رأس سلسله جلیله روحانیت مقام معظم مرجعیت و یاران و همراهان و همسفرش عموم علمای کرام محاسن سفیدان متنفذین و نمایندگان مردم و عموم این جمع حاضر عرضه می‌دارم به لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طوری که تذکر دادن وقت کم است، بسیار به صورت گذرا و مختصر یادآوری می‌نماییم از واقعه‌ای که در چنین روزی در سرزمین به نام خمن غدیر اتفاق افتاده است. طوری که همگی مستحضرید و می‌دانید در حجة الوداع یعنی آخرین حج پیامبر مکرم اسلام وقت حجاج از مکه متواری گردیدند و هر کس به سمت خانه‌هایشان دوان گردید و رسیدن در سرزمین به نام خمن غدیر، پیامبر گرامی اسلام دستور دادند که همگی را جمع نمایند تا سفارشات و وصایای خویش را عرضه آن جمع نمودند تا باشد که از طریق آن حجاج امروز به تمام امت مسلمه و موحده در سر تا سر جهان برسد. این که پیامبر گرامی اسلام در آن روز چه سفارشاتی داشته و زبان مبارکش را برای به میان آوردن چه کلمات و جملات چرخانده است و چه واقعی در آن روز به وقوع پیوسته است، این موضوع را می سپارم به دستان توانای علمای دین، علمای جلیل القدر. من مطلبم را از یکی از آن کلمات ارزنده پیامبر گرامی اسلام جستجو و تحقیق می نمایم. یقینا یکی از سفارشات پیامبر گرامی اسلام در آن روز وحدت امت مسلمه و موحده بود. تمام مسلمانان و پیروانش را در آن روز دعوت کردند به وحدت و دیانت و حفاظت از دین مقدس و مبین اسلام و ایستادگی در مقابل طاغوت و استکبار و حراست و حفاظت از آخرین دین الهی و آسمانی یعنی دین مقدس اسلام. اجماعاً صلوات.
و امروز من و شما بیشتر از هر عصر و زمان دیگر نیازمندیم به داشتن این وحدت، نیازمندیم به عمل کردن به این وصیت ارزنده پیامبر گرامی اسلام، طوری که همه میبینید و میدانید دشمنان اسلام از شرق و غرب، شمال و جنوب، از همه جا تاختن علیه اسلام و سرسختانه مبارزه می‌نماید با اسلام ناب محمدی. وظیفه من و شما به عنوان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان راستین دین مقدس و مبین اسلام این است که با این استکبار جهانی، با دشمنان دین مقدس اسلام مبارزه نماییم. می‌دانید که در این اواخر نه به صورت یک بار دو بار، به کرات با دریافت جواز از طرف دولت سویدن کسی یا کسان می آید قرآن مقدس را به آتش می کشد. این یک عمل یک فرد یا یک شخص نیست، بلکه عمل یک دولت است، یک ملت است. حرکت یک دولت و یک ملت در مقابل اسلام است. قرآن آخرین کتاب آسمانی را به آتش میکشد. پس همین حرکت، همین عمل فجیع و شنیع و ضد انسانی و بشری من و شما را به وحدت و دیانت فرا نمیخواند؟ تک تک پیروان اسلام را به وحدت و اتحاد فرا نمیخواند؟ نبایستی کشورهای اسلامی با هم متحد بشوند و در مقابل چنین جنایات ضد بشری و اسلامی حرکت نمایند، ایستادگی نمایند؟ و می‌دانید آمریکایی‌ها چه توطئه‌ها و دسایسی را در مقابل برچیدن درفش مقدس اسلام به خرج داده است و به خرج می‌دهد و می‌خواهد علیه اسلام بجنگد. آیا من و شما در مقابل این دسایس نیازمند به وحدت و دیانت نیستیم؟ ما از مردم متدین و مسلمان در سر تا سر دنیا به خصوص حاضرین در این جمع می‌خواهیم که وحدت و دیانتشان را حفظ نموده خود را بروز بسازند، با شرایط روز آماده بسازند، در مقابل توطئه‌گران و دشمنان اسلام ناب محمدی ایستادگی نمایند و مبارزه نمایند، طوری که امارت اسلامی افغانستان در مقابل آنها ایستادند و آنان را از سرزمین آبایی و اجدادی من و شما بیرون راندند و برای همیشه و الی الابد در این مسیر ادامه خواهند داد و با استکبار جهانی و دشمنان اسلام و دین مبارزه خواهند کرد. و همه من و شما به عنوان فرزندان مسلمان باید در این راستا و در این راه ثابت قدم و استوار باشیم، در راه مبارزه با استکبار جهانی، در راه مبارزه با دشمنان دین مقدس و مبین اسلام و نیز وحدت خویش را حفظ نماییم. آنانی که در کنار پیامبر گرامی اسلام بودند، اصحاب یاران پیامبر گرامی اسلام، کسانی بودند که در مقابل کافران، در مقابل دشمنان نترس، جسور، بیباک و شجاع بودند، اما در بین همدیگر رؤوف و مهربان، همدیگر دوست، همدیگر پسند، همدیگر پذیر، برادروار. این سیره پیامبر گرامی اسلام و سیره یاران پیامبر گران قدر اسلام می باشد و من و شما نیز به عنوان مسلمان و پیروان دین اسلام
و امت پیامبر گران قدر اسلام وظیفه داریم تا این سیره و رویش را حفظ نماییم. عرضم تمام. بار دیگر این عید فرخنده و با سعادت و با میمنت غدیر خم غدیر را به تک تک شما از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. شادی ارواح طیبه و زکیه شهدا از آغاز الی کنون، شهدای عزت آفرین کربلا، شهدای مظلوم و بیمزار این خطه و خاک، صلوات عنایت فرمایید. شادی ارواح طیبه و تابناک انبیا، اولیاء، صلحا، رفتگان و گذشتگان، مراجع عظام تقلید، رفتگان و گذشتگان از این جمع، مخصوصاً جهت شادی روح مؤسس و بنیانگذار این مرکز علمی فرهنگی، مدرسه علمیه ولی عصر حجت الاسلام و المسلمین استاد شریفی، صلوات دوم مرحمت فرما. صلوات دیگر مخصوص نثار شادی روح عرشی و آسمانی مولا الموحدین علی علیه السلام هم عنایت بفرمایید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم لقاء رحمة الله. أما بعد، قال الحكيم في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات عنایت فرمایید. نخست از همه بنده به نوبه خویش فرارسیدن سال روز خجسته عید ولایت و عید سعید غدیر خم را به همه مؤمنین و رهروان ولایت عموماً و به محضر شما غدیر دوستان به طور خاص به ویژه به محضر ارزشمند و والای ذخیره غدیر و زنده کننده غدیر و ادامه دهنده غدیر، قلب و قطب عالم امکان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، تبریک و تهنیت و شادباش عرض می دارم. شایسته و بجا بود که از سخنان علمی و بیانات برادران روحانی این ساحه و منطقه استفاده می کردیم، مخصوصاً از بیانات متین و عالمانه استادان و مدرسان این حوزه علمیه، هر یک جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تقوی و همچنان از بیانات علمی و عالمانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد احمدی استفاده می کردیم. اما
حضرات حجج اسلام به بنده مأموریت دادن و مأمور ساختن و من هم ادب را و اطاعت دانستم، من باب امتثال امر پذیرفتم چند دقیقه برای شما تصدع ایجاد کنم. حال با استفاده از فرصت اصالتاً از جانب خودم و به نمایندگی از طرف مردم مومن متدین شریف و عزتمند علم دوست و عالم پرور سرخاباد و به نمایندگی از جانب مقام محترم مدیریت این حوزه علمیه ولی عصر، اساتید و طلاب این حوزه اعم از طبقه ذکور و اناث و از طرف اساتید و معلمین لیسه ها و مکاتب سرخاباد، تشریف آوری همه مهمانان عزیز، به ویژه تشریف آوری مهمان اصلی برنامه مرجع اعلی قدر فقیه فرزانه اسلام شناس معاصر خطیب و مبلغ شهیر حضرت آیت الله العظمی با عزاده بهسودی و هیئت همراهش را اعم از سلسله جلیله روحانیت و حاجی صاحبان مسئولین بنیاد خیریه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را در این منطقه و جغرافیا صمیمانه خیر مقدم عرض نموده و مقدم همه شما را گرامی می‌داریم. خوش آمدید، صفا آوردید و زنت بخش محفل و مجلس ما شدید و برای این مردم و این ملت افتخار بخشیدید. چون وقت هم کم است، من چند دقیقه بسیار خلاصه چند نکته را تحت عنوان نقش ولایت و امامت و زعامت در آموزه های دین میخواهم خدمت عزیزان عرض کنم. این افراد بشر از آن روزی که در این زمین و در این جغرافیای خاکی به وجود آمدن، هیچ زمانی و هیچ برهه‌ای از تاریخ نبوده که بدون رهبر، زعیم و پیشوا و مرشد باشد. خداوند متعال برای هدایت این جامعه و برای راهنمایی کاروان بشریت پیامبران را از نسل آدم و از جنس خود انسان فرستاد که طبق قول مشهور و معروفش 124,000 پیغمبر برای هدایت من و توی بشر فرستاده شد. هر پیغمبر آمد از جانب خداوند با یک لایحه وظایف روشن و مبرهن آمد. خداوند می‌فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی خداوند تمام پیامبرانش را با دلایل روشن و دستور روشن فرستاد تا اینه که بین مردم عدالت را پیاده کند. اما وقتی که سلسله نبوت ختم می شود، سلسله نبوت توسط خاتم پیامبران و پیامبر نور و رحمت به اتمام می رسد، آیا بعد از آن خداوند زعامت این مردم و سرپرستی این ملت
و راهنمایی این ملت را متوقف میکند یا اینه که به عهده کسی دیگری و مقام دیگری میگذارد و واگذار میکند. معلوم است وقتی که خداوند برای هدایت و راهنمایی این جامعه پیامبران را میفرستد، بعد از اینه که سلسله نبوت ختم می شود و مقام عظما و کبرای نبوت مهر تکمیل گذاشته می شود، بعد از آن است که مقام والای ولایت و امامت روی کار می آید. یعنی مقام امامت و ولایت عین مقام نبوت است، همان قسمی که نبی و پیغمبر را خدا تعیین می کند. وصی پیغمبر هم تعیینش به دست خداست. مقام نبوت و ولایت هیچ فرق و تفاوتی ندارد، الا فرقش این است که مقام نبوت مقام وحی است، اما مقام امامت مقام وحی نیست. اما این مقام امامت و این منصب امامت چنان ارزش بالایی دارد که پاسخگوی تمام نیازهای بشر و بشریت است. هیچ موضوعی و هیچ حکمی و هیچ دستور مانند مسئله و موضوع امامت اهمیت ندارد. خداوند درباره نماز آیات فرستاده، آیات نماز آمده، آیات زکات آمده، آیات حج آمده، درباره جهاد آیات نازل شده، اما هیچ کدامش پیام اکمال دین رو ندارد. درباره نماز میخوانیم اقیموا الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما پیام اکمال دین را ندارد. درباره حج که سیاست بین المللی اسلام است، حج که شعار وحدت، لباسش لباس وحدت و یک رنگی است، حرکتش حرکت وحدت و یک رنگی است. اما وقتی که آیه حج نازل می شود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیل، وقتی که آیات حج نازل می شود بشارت دهنده اکمال دین نیست. وقتی فضیلت جهاد را آیه قرآن بیان می کند فضل الله مجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، اما بشارت دهنده اکمال دین نیست. اما تنها چیزی که پیام اکمال دین را دارد، بشارت دهنده اکمال دین از مسئله امامت است. در اواخر عمر پیغمبر، در حجة الوداع که پیغمبر از اعمال حج فارغ می شود، می آید به سرزمین به نام غدیر خم می رسد، آن وقت است که دستور اکید و تهدید آمیزی از جانب خداوند متعال و پیغمبر نازل می شود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه سراسر نکته دارد، رمز و راز دارد. چون وقت کم است من دو تا نکته اش را عرض می کنم. اول خطاب می کند یا ایها الرسول، خداوند نفرموده یا ایها النبی، این خودش اشاره به این دارد آی پیغمبر رسالت داری، رسالتت خیلی بزرگ و مهم است، باید این رسالتت را انجام بدهی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تمام این آیات نکته های دارد، اما نکته دیگرش این است و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تفعل یعنی اینه که این ابلاغت و این رساندن به مردم ابلاغ عملی میخواهد، یعنی عملا باید این مسئله را به مردم برسانی.
رساندن این مسئله وقت عملا باشد یعنی چی؟ عملا این است که پیغمبر هم به این آیه عمل میکند، ابلاغ عملی میکند. ابلاغ عملی این است که پیغمبر دستور میدهد عقب ماندگان برسد، جلو رفتگان برگردد. وقتی اینجا تمام حجت جمع میشود، طبق روایتی که بعضی ها 90,000 گفته، بعضی ها 100,000 و بعضی هم 120,000 حاجی جمع میشود. وقت پیغمبر ابلاغ عملی میکند، ابلاغ عملی پیغمبر این است که پیغمبر وقت خطبه میخواند، صحبت مفصل میکند، آن وقت دست آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو میگیرد، بلندش میکند، یعنی عملا میخواهد ابلاغ کند. صدا میزند ایها الناس من کنت مولاه فهذا علی مولا. هر که من رهبر و پیشوای او بودم، بعد از من علی رهبر اوست. آن وقت است که آیه اکمال الدین نازل می شود. آن وقت است که این آیه به پیامبر نازل می شود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر کسی یک ساختمان میخواد بسازد، وقت مواد آماده می کند، معنیش این نیست ساختمان آماده شده، اما تمام مواد دین آمده، آیات نماز آمده، آیات زکات و حج و جهاد و امر به معروف تمامش نازل شده. اما آیه‌ای که مکمل دین است و دین را کامل می کند و دین را به مرحله کمال میرساند، این آیه است الیوم اکملت لکم دینکم. امروز است که دین اسلام کامل شد. یکی از اهمیت این آیه این است، درسته اگر آیه نماز و حج و جهاد و سایر احکام الهی آمده، وقتی این آیات آمد یا به شخص پیغمبر نازل شده یا وقت نازل شده دور اطراف پیغمبر 2 نفر 5 نفر 10 نفر بیشتر نبودند. اما وقتی که یکی از ویژگی های آیه ولایت این است، وقتی که این آیه به پیغمبر نازل می شود، در حضور 120,000 جمعیت این آیه به پیغمبر نازل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وقت به آخر رسید. از اینه که مزاحمت کردم معذرت میخواهم بار دیگر. در اخیر هم از تشریف آوری همه مهمانان عزیز تقدیر و تشکر به عمل می آید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات عنایت بفرمایید. صلوات ثانی را از برای سلامتی و صحتمندی خودتان، خانوادهتان، سلامتی و صحتمندی علمای اعلام، مراجع اعظام تقلید، مخصوصا مرجع عالی قدرمان فقیه اهل بیت، مفسر قرآن، اسلام شناس معاصر حضرت آیت الله العظمی حاج واعظزاده بهسودی بلندتر عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدک اللهم یا من نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن وظهورك حبيبك وحبيبنا
أبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. أما بعد، قال الحكيم في قرآنه: واجب التعظيم قوله الحق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلی العظیم. مؤمنین معظم، پدران و مادران، برادران و خواهران، علمای اعلام، اساتید، دانشمندان، مرجع تقلیدمان، السلام علیکم و رحمت الله. این عید بزرگ را برای شما خوبان و پیروان مکتب اهل بیت، مرجع عالی قدرمان، و از طرف شما برای ولی نعمتمان امام زمان تبریک عرض می‌دارم و عیدیمان را از خدای متعال فرج مهدی موعود را خواسته و خواهانیم. استفاده کردیم از برادران عزیز، مخصوصا برادر گرامیمان، دوست عزیز و رفیق شفیقمان جناب آقای عالمی. ظرفی که وقت تعیین شده است اجازه دهید بحثم را طبق یک سؤال مطرح میکنم محضر شما مؤمنین، و اون سؤال این است که ما در این بخش از جغرافیای زمین به عنوان پیرو مکتب آل الله و آل رسول زندگی میکنیم. در قبال امامت چه وظیفه و چه مسئولیت و چه رسالتی داریم؟ آیا رسالت ما محفل گرفتن است؟ آیا رسالت ما در عاشورا عزا برپا کردن است یا رسالتی دیگری داریم؟ ما اولین وظیفه و اولین رسالت و اولین مسئولیت را که ما به عنوان شیعه و پیرو مکتب آل الله و آل رسول نسبت به اهل بیت علیه السلام داریم، وظیفه هست به نام معرفت و امام شناسی. و این وظیفه بسیار در اسلام ناب محمدی مورد تأکید قرار گرفته است. ببینین پیامبر بزرگوار اسلام این وظیفه ما را با چه تعبیرات عجیب بیان میکند و میفرماید: من مات ولم یعرف امام الزمانه مات میتة جاهلیه. پیامبر میفرماید کسی که بمیرد امام عصر و امام زمانش را نشناسد او به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. مرگ جاهلی یعنی مرگ قبل از اسلام، یعنی مرگ قبل از بعثت، یعنی کسی که اصل و اساس و شالیده اسلام را خود درک نکرده است. و در این دعا هم میخوانیم و خوب است که به عنوان شیعه این دعا را حفظ باشیم: اللهم اعرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم اعرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم اعرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. خدایا ما را خدا شناس قرار بدی که اگر خدا شناس به عنوان یک فرد مسلمان و تابع قرآن اگر خدا شناس نباشیم پیامبر شناسی هم ناممکن است. در ادامه میخوانیم: خدایا ما را پیامبر شناس قرار بدی که اگر پیامبر شناس نباشیم امام شناسی هم ناممکن است. و در ادامهش میخوانیم:
خدایا ما را امام شناس قرار بدی که اگر امام شناس نباشیم زللت عن دینی، دیگر از راه اسلام، از راه قرآن، از راه شریعت دیگر به بیراه رفتیم، دیگر به بیراه رفتیم. در این دعا مشخص است که اگر امام شناسی نباشد پیامبر شناسی و خدا شناسی هم ناممکن است. چرا؟ چون که امامت است که ما را وصل به نبوت و نبوت است که ما را وصل به ذات اقدس اله و خدای متعال می سازد و خدای متعال می سازد. پس حضار گرامی، ما به عنوان شیعه بزرگترین و عظیمترین مسئولیت را داریم که هم امامان خود را خوب ژرف و عمیق بشناسیم و هم به جهان و جهانیان باید معرفی کنیم. هر کار، اساس هر کار و شالوده هر کار معرفت اون کار می باشد. ما زمان این را می توانیم درک کنیم و بفهمیم که واقعا ما یک امام شناس دقیق هستیم یا نیستیم، یک مقایسه کنیم که براستی آیا امام شناس هستیم یا نیستیم. ما باید الگوی خود اهل بیت را باید قرار بدهیم. حضاری که امروز محفل از غدیر برگزار کرده ایم، چقدر علی در زندگی ما پررنگ هستند. چند تا کتاب راجع به علی مطالعه کردیم، چقدر تحقیق کردیم و چقدر ارج میگذاریم. ببینین خدا از بین همه نعمت‌هایی که دارد بر سر دو نعمتش، بر سر این آیه قرآن بر سر ما منت میگذارد. مورد اول رسالت و نبوت است. میفرماید ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه لقد من الله. به تأکید میگه من خدا منت گذاشتم که پیامبر و نبی و رسول را از بین شما انتخاب کردم و برگزیدم که هم شما را تزکیه کند و هم تعلیم کند. مورد دوم که اصل بحث ما و جان مطلب اینجاست در رابطه با امامت است. و نرید ان نمن، خدا میگه اراده کردم که منت بگذارم. اراده خدا تخلف ناپذیر است. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما باید قدر اینها را بدانیم، باید قدر این نعمتهای خود را بدانیم. اما متاسفانه خود را میگم، نه شما را منی طلب نه امام شناسی دقیق هستم، نه سیره اهل بیت را آگاهی دارم، نه از آثار اهل بیت آگاهی دارم. این بزرگترین جفا می باشد، این بزرگترین جفا می باشد. ببینین یک سنی مذهب به نام ابن ابی الحدید معتزلی 20 جلد کتاب در رابطه با نهج البلاغه مولای من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نوشته می کند. آیا ما به عنوان شیعه امروز نهج البلاغه در خانه ما هست یا نیستن؟ علی زنده امروز نهج البلاغه هست. اگر بخواهیم علی را بشناسیم از دریچه نهج البلاغه باید علی شناخته شود و به جهان جهانیان باید معرفی شود. فرق نمی کند که امام زنده باشد یا نباشد، مهم این است که در بین مردم افکار و اندیشه امام باید زنده باشد و الا علی زنده هم خوارج را اصلاح نتوانست، حسین زنده هم یک عده را اصلاح نتوانستند. علی قهرمان تاریخی نبودند. علی را به عنوان شیعه باید در ابعاد مختلف باید شناخت. کتاب فضل تو را
آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. ما علی را فقط در شب 19 ماه مبارک رمضان خلاصه کردیم. حضار گرامی، درد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اون دردی که شمشیر ابن ملجم به فرق آقا اصابت کرد نبود. بیاییم این که رستگاری علی بود، بیاییم اون درد را دریابیم که روح بزرگ و قهرمان مثل علی را در شبهای تاریک و خاموش در اطراف مدینه، در بین نخلستانهای مدینه قهرمان مثل علی را به ناله درآورد. بیاییم این درد را دریابیم و به جهان معرفی کنیم. این درد علی امروز ناشناخته هست، امروز ناشناخته هستند. این درد را باید ما امروز دریابیم. یا دانشمندی دیگری به نام دانشمند دیگری به نام جرجرداق مسیحی می آید یک نامه مولا علی را بررسی می کند که به مالک اشتر در مصر می نویسد. بعد می گوید همین یک نامه مولا علی به مالک اشتر از جهاد مختلف، از قانون اساسی فرانسه بالاتر، با ارزشتر و با اهمیت تر است. قانون اساسی فرانسه که منشأ تمام قوانین اساسی دنیا می باشد، یک نامه مولا علی میگه بالاتر و با ارزشتر است. بیاییم حضار گرامی، این امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب را امروز ما باید دریابیم. و همین نامه مولا علی علیه السلام چند سال قبل در سازمان جهانی یونسکو به عنوان بهترین منشور حکومتی و حقوقی در تاریخ بشریت ثبت شدن. همین یک نامه مولا علی علیه السلام. ما چنین نعمتهایی داریم. نهج البلاغه غوغا میکنه. دانشمند به نام فرانسیس فوکویاما، نظر پرداز و جامعه شناس آمریکایی، می آید می گوید امروز کشور غرب 80% سرمایه زمین را در قبضه خود گرفته است. می گوید از همین 80% سرمایه زمین میگه نصفش را هزینه کنیم کربلا ساخته نمیتونیم، حوزه نجف ساخته نمیتونیم، مشهد مقدس ساخته نمیتونیم. این بزرگترین نعمت است. رساله حقوق امام سجاد، صحیفه سجادیه، این همه روایت، این همه احادیث، اما متاسفانه ما کمتر به اینها توجه کردیم. حضار گرامی، ظرف 2 دقیقه بحثم را تمام میکنم. همون گونه که نبوت ادامت دهنده نبوت است، مرجع هم ادامه دهنده امامت می باشد. مرجعیت، مقام عظمای مرجعیت ادامه دهنده همون امامت می باشد. حضار گرامی، مرجعیت جهان تشیع در طول تاریخ در سطح دنیا از قدرت عظیم بهره‌مند بودن و هستن. امروز هم همین گونه. وقت در اسرائیل شیعه شناسی می کند، همین دانشمند نظر پرداز آمریکایی می گوید شیعه و تشیع 3 چیز امروز حفظ کردن. 1، شیعه را محرم حفظ کردن. 2، شیعه را مهدویت حفظ کردن. 3، شیعه را مرجعیت حفظ کردن. مرجعیت ما در طول تاریخ از قدرت عظیم بهره‌مند بودن و هستند. همون گونه که دانشمند بریتانیایی میگوید شاه ایران با همه قدرتی که دارد، قدرت نفوذ یک کلام مجتهد اصفهانی را ندارد. اگر مجتهد اصفهانی با همون یک خدمش، با همون یک مرکبش اگر بخواهد شاه ایران را یک شبه خلع قدرت و از کرسی به زیرش میکشد، این قدرت مرجعیت است. قدر حوزه های علمیه خود را بدانیم
از همین حوزه های علمیه آیت الله مظفری ها رشد می کند. از همین حوزه های علمیه شخصیت های مثل استاد شریفی قد بلند می کند. از همین حوزه های علمیه مرجع تقلید مفسر قرآن حضرت آیت الله العظمی باعثزاده بهسودی قد بلند می کند که تاریخ افغانستان را عوض می کند. میگفتن از افغانستان مرجع نمیشه، همان گونه که نجفی ها از نجف اعلان مرجعیت میکند، همان گونه که قومی ها از قم اعلان مرجعیت میکند. این افتخار را ما هم داریم که مرجع عارف قدرمان از همین حوزه های کابل اعلان مرجعیت کرد و کابل را زنده کردن. عرضم تمام، بحث را جمع‌بندی میکنم. حضار گرامی، اولین مسئولیت و اولین رسالت که ما در قبال امامت داریم معرفت است. علی شناس شویم در قدم اول. دومین رسالتی که ما داریم رسالت هست به نام مودت، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. مودت. دومین رسالتی که ما داریم اطاعت از امام معصوم است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. سومین رسالتی که داریم رسالتی هست به نام مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. و مودت هم زمان صدق می کند که با فرموده شیخ الائمه امام جعفر الصادق علیه السلام شیعتنا خلق من فاضل دینتنا و عجلوا بماء ولایتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. آخرین مسئولیت ما هم پذیرش ولایت است. عرضم تمام. ببخشید سخن به درازی ها کشید، وقت شما را گرفتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.